پیام ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران به ملت‌ها و تمامی آزادیخواهان ایران، ملت ترک آذربایجان و کشورهای همسایه. ملت‌های تحت ستم و آزادیخواهان سراسر ایران. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در این مقطع حساس مبارزاتی با اتکا به پیشینه تاریخی و اصول مبارزاتی جنبش ملی و دموکراتیک کردستان و با درک مسئولیت تاریخی خیش در شرایط حساس کنونی ایران، بار دیگر بر ضرورت همبستگی و اتحاد میان تمامی نیروهای آزادیخواه و ملت‌های تحت ستم کشور برای گذار از استبداد و بنای آینده‌ای دموکراتیک تأکید می‌کند. ما بر این باوریم که آینده‌ای پایدار برای ایران تنها در سایه استقرار نظامی دموکراتیک مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق ملی ملت‌ها، عدالت و برابری و تضمین آزادی‌های بنیادین شهروندان امکان پذیر است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در این مسیر آمادگی خود را برای همکاری و هم‌افزایی با تمامی نیروهای سیاسی و مدنی دموکراسی‌خواه در جهت ساختن ایرانی آزاد، دموکراتیک و متکثر اعلام می‌دارد. خواهران و برادران آذری، ما به این واقعیت تاریخی آگاهیم که در شماری از شهرها و نواحی به ویژه در آذربایجان و کردستان، آذری‌ها و کردها در طول تاریخ در کنار یکدیگر زندگی کردند. آینده این مناطق باید بر اساس همکاری، اداره مشترک و تضمین حقوق برابر همه جوامع شکل گیرد. در چنین مناطق مختلطی، ائتلاف احزاب کردستان ایران از ایجاد سازوکارهای اداره مشترک محلی که بازتاب ترکیب جمعیتی و خواست مردم باشد، حمایت می‌کند. ائتلاف کردستان بر این باور است که امنیت و ثبات پایدار تنها زمانی ممکن است که همه مردم منطقه، اعم از کردها و ترکها در آذربایجان، کردستان و دیگر مناطق از حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی برابر برخوردار باشند و اداره امور محلی از طریق نهادهای دموکراتیک و پاسخگو انجام گیرد. ما همچون همیشه دست همکاری به سوی ملت ترک آذری و نیروهای سیاسیش دراز می‌کنیم و آمادگی خود را برای گفتگو، هماهنگی و ایجاد سازوکارهایی که امنیت عمومی و ثبات مناطق مشترک را تضمین کند اعلام می‌داریم. آینده منطقه باید بر پایه همزیستی، احترام متقابل و مشارکت برابر همه مردمان آن بنا شود. همچنین با تأکید بر روابط تاریخی و پیوندهای اجتماعی میان ملت کرد و ملت ترک آذری، بر این باوریم که آینده روابط میان این دو ملت باید بر پایه گفتگو، احترام متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز استوار باشد. در همین چارچوب، بار دیگر پایبندی خود را به مفاد و روح پیمان مودت میان جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان اعلام می‌داریم و آن را نقشه‌ای را و نمادی از همکاری و تفاهم میان جنبش‌های دموکراتیک کردستان و آذربایجان می‌دانیم. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در ادامه مسیر خود تقویت همکاری میان نیروهای دموکراسی‌خواه و گسترش گفتگو میان ملیت‌ها، ایجاد سازوکارهای مشترک برای همزیستی عادلانه را از ارکان اساسی دستیابی به آینده‌ای آزاد و عادلانه برای تمامی ملل ایران می‌داند و در این راه از هر گونه همکاری و تلاشی استقبال می‌کند. در رابطه با ملل و کشورهای همسایه، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، حسن همجواری و احترام به منافع مشروع متقابل با تمامی کشورهای منطقه تأکید داشته و معتقدیم صلح و ثبات منطقه‌ای تنها از طریق گفتگو، همکاری و احترام متقابل میان ملت‌ها و دولت‌ها تقویت خواهد شد. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران 23 اسفند 1404 خورشیدی، 14 مارس 2026 میلادی